الله دې په افغانستان کې د پرمختګ خبرونه ډیر کړي. دا هم د خوشحالۍ خبر د فروشګاه په سیمه کې د یو سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې د پام وړ پرمختګ لري. د پاس خبر هم در سره تر اخره پورې واورئ. با هدف تقویت زیربنای اقتصادی شهر کابل، کار اعمار مارکت بزرگ تجارتی در ساحه فروشگاه واقع در ناحیه دوام از سوی شاروالی کابل و با همکاری سکتور خصوصی به گونه پیوسته ادامه دارد. این پروژه مهم به زودی تکمیل و در خدمت شهروندان قرار خواهد گرفت. این مارکت تجارتی در زمین به مساحت 1643 متر مربع در 9 طبقه همراه با 2 منزل تحتانی یا تحکوی طراحی شده که طبقات تحتانی آن به پارکینگ وسایط و طبقات فوقانی به ساخت 670 باب دکان اختصاص یافته است. در طراحی این مارکت تمامی نیازهای معیاری شهری در نظر گرفته شده است، از جمله سیستم برق شهری و سولری، تدابیر ایمنی و آتش نشانی، ساخت مسجد، محل نمایشگاه، تشناب‌ها و راه‌های مستقل ورودی و خروجی برای سهولت هرچه بیشتر مراجعین مد نظر گرفته شده است. این تعمیر که است در 1644 متر مربع زیربنا ساخته شده. 2 منزل تهکو دارد، بالای تهکو 9 منزل دیگه اعمار گردیده که جمله 11 منزل می شود. در این مارکت سهولتایی که مد نظر گرفته شده 4 دانه لفت داره، 2 زینه ورودی داره و یک مارکت استاندارد است که با استانداردهای جهانی اعمار گردیده. کار از این مارکت حدوداً 85% تکمیل گردیده. در کل شاروالی کابل امروزه کارهای پروژه را مراقبت میکردیم تا بتواند مطابق طرز العمل‌های شاروالی کابل نقشه‌های وضعی شده صدور مجوز شاروالی کابل کار با پیش بره و از خساری‌ها و تخلفاتی که ساختمانچی‌ها و قراردادی‌ها که انجام میده با جلوگیری صورت گیره. با تکمیل این پروژه زمینه‌های تازه شغلی برای شماری از شهروندان فراهم می‌گردد و این اقدام گام مهم در مسیر رشد اقتصادی و ساماندهی فعالیت‌های تجارتی در قلب شهر کابل به شمار می‌رود. زما ټیک ټاک هم در سره فالو کړئ. مننه.